سلام، شما به انتخابات می روید؟ در برنامه امروز پاسخ به همین پرسش را جستجو میکنیم، زیرا بعضی ها می نویسند که به انتخابات نمی روند، بعضی دیگر چنین کسان را نکویش میکنند و میگویند انتخابات تقدیر آینده کشور را حل میکند و می رویم. امروز طرفداران این دو عقیده را به برنامه گپی آزاد دعوت کردیم. مهدی صابر، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیکی، میگوید به انتخابات حتما می رود و محمد صابری عبدالقهار، یک عضو فعال گروه 24 در روسیه، که میگوید به انتخابات نمی رود. خب محترم مهدی صابر، چرا فکر میکنید که باید حتما به انتخابات روید؟ من حتما به انتخابات می روم، چون که آینده کشور ما، دولت ما، این به همین انتخابات ها وابسته است. ما باید با رئیس جمهور آواز دهیم، چون که ما شهروندان همین کشور هستیم. رئیس جمهور نفری است که در تمام دنیا معرفگر ملت ما هست، معرفگر خلق ما هست و ما حتما باید به انتخابات رویم و به طرفداری کسی که نباشه رئیس جمهور، به طرفداری کس آواز دهیم. برای همین هم من ضرور میشورم که همه ملت تاجیک در این روز باید که در کدام گوشه کنار دنیا نباشد باید به انتخابات ها رود. انتخابات ها در ترکستان شفاف هستند و بارها ما مشاهده کردیم، رفتیم دیدیم، اشتراک کردیم. حتما این موضوع دیگر از شفاف بودن انتخابات که به آن برمیگردیم، ولی نه همه میگویند که به انتخابات میروند و از جمله محمد صابری عبدالقهار. چرا نمیروید؟ اولا سلام و درودی بپایان به تمام مردم شریف تاجیکستان و تماشابینان رادیوی بزرگ. من یکی از اعضایان حرکت سیاسی گروه 24 که بعد از ایجاد کردن سرقانون جمهوری تاجیکستان در 2016 ما این سرقانون را قبول نداریم و نظری منم چنین است که ما نباید در این انتخابات اشتراک کنیم، چون انتخابات غیر قانونی. بعد از آنی که عنوان پیشوای ملت به رحمان داده شد، این بر ضد سرقانون جمهوری تاجیکستان است، چون در سرقانون جمهوری تاجیکستان در ماده 17 میگوید که در نزد قانون همه برابر است. اما ما میبینیم که بعد از عوض سرقانون 2016 همه ما شاهد هستیم که در ماده 95 در ماده 65 در اینجا چی میگوید؟ هر یک چیزی که در پونکت دوم آمدگی است این برای رئیس جمهور امروزه یعنی رحمانوف دخل ندارد. یعنی قانونی قبول کرده این بر ضد سرقانون جمهوری تاجیکستان است که ما این را قبول نداریم. و شخصا من تشکر. یعنی دلیل شما تنها همین است یا که تا جای ما میدونیم نسبت به شما پرونده جنایتی وجود دارد و خوف از آن دارد که هنگام رفتن به قطعه رایدهی بازداشت می شوید؟ واقعا این است یا دلیل هایی که در بالا گفتید؟ ببینید، اصلا نرفتن من به انتخابات یگان رفت به پرونده جنایی ندارد، چون که پیشتر من گفتم هر یک نفری که امروز نظر شخصی خودش داره یا که میخواهد که یک نظری شخصی خودش که این سرقانون جمهوری تاجیکستان اجازت میدهد بر ضد وی پرونده جنایی گشوده میشود. واقعا تا اون نفری که نسبتش دادگاه حکم نکرده است حق دارد برای رایدهی رود. اما جناب مهدی صابر، شما با گفته محمد صابر رضایت که سرقانون کشور نادرست اصلاح شده است و آن را غیر قانونی مینامد؟ من البته با گفته های محمد صابر راضی شده نمیتونم، چون که گپ در اینجا درباره رحمانوف نمیرود. گپ درباره این است که یک چند نفر نامزد پیشبری شدند و هر کسی که میتواند به همون نامزدی به خودش موافق که برنامه بسیار مکمل دارد، برنامه‌ای که برای آینده تاجیکستان ضرور است، رفته به همون آدم آواز داد، به همون نفر آواز داد. و البته هیچ نفر رو مثلا در قضیه انتخاباتی دستگیر نکردن، هیچ نفر رو مثلا با یگان جرم در این مسئله انتخابات یا که سخن آزاد گفتن و جوابی نکشیدن. شخصا من خودم تمام وقت همچین کارشناس همیشه من یک انتقادهای زیادی دارم در نسبت ساحه‌های گوناگون، در روش‌های گوناگون، لیکن یگان وقت مثلا یگان وقت به سر من فشار نآورده است، چون که
ما باید همیشه حقیقت رو گپ زنیم، در اساس فکت ها گپ زنیم، یگان چیز نیست. اما چرا محمد صابر میگوید که او را فشار میآورند، اما نسبت شما چنین فشارها وجود ندارد؟ دلیلش چی است؟ من فکر میکنم که ما از جمهوری بیرون نرفتیم. یگان مثلا ما یگان دشنام و حقارت ها در نسبت یگان راهبر رو مثلا در راهبری دولت نداریم. ما فقط میخوایم که جمهوری ما پیشرو باشه، جمهوری ما همچنین یک جمهوری دموکراتیک باشد و در اساس کنستیتوسیون فعالیت کنه. برای همین ما فکر میکنیم که حقیقت همه دوست می‌دارد. اگر کسی که نباشد میخواد که حقیقت رو داند، فهمد و کمزیخت رو اصلاح کند. من در تمام حیاتم قریب که یگان مقاله مثلا تعریفی ننوشتم، فقط مقاله من تنقیدی هستند در نسبت بسیار مثلا تا سطح وزیرا و مثلا دیگر ساحه‌ای که مثلا کار میکنم، لیکن یگان وقت ندیدم که مراجعه باشن گفته باشن که تو چرا این نمی‌شی، چون که در اساس دلیل سخن میگین، در اساس دلیل مثلا مقاله می‌نویسین. محمد صابر، نظر شما چی هست؟ چیزی که استاد مهدی صابر گفتن اینها تحت فشار نیستن. ببینید امروز حکومت و نفرانی که درگیر به اطراف رئیس جمهور هستند، رئیس جمهور را برابر به خدا کرد. ببینید امروز این یک سیستم ساخته شده در تویستان که هر یک نفری که نظری خودش میگه گناهکار به دشمن ملت یا که دشمن دولت، مثل اینکه رحمانوف یا که پرزیدنت این دولت نیست، این ملت نیست. پس کسی که نظری خودش نسبت حکومت امروز میگوید او چیکار میکند؟ تحت فشار، نه اینکه فشار به بالای نفری که این سخن میگوید، فشار به بالای نزدیکان، پیوندان، حتی اسارت میگیرن، بر اسیر میگیرن فرزندان اونها را، بر ضد پیوندان اونها گله جنایی میکشند. این موضوع دیگر است که ما به آن برخواهیم گشت. اما جناب مهدی صابر، شما گفتید که در انتخابات گذشته شرکت کردید. از نتیجه های انتخابات گذشته راضی؟ دیگرگونی شد در حیات سیاسی کشور، اجتماعی کشور؟ البته در جمهوری تویستان همه وقت رو به بیبدی هست، به ترقی است. تنها همین مثلا این گفته ما روشن میکنه که در مثلا تویستان با قطور 10 کشور رو به انکشاف داخل شده است و هم در ساحه ساختمان، هم در ساحه نقلیات، هم در ساحه اجتماعی پیشرویان خیلی هم زیاد هستند. مثلا امروز اگر کسی که 5 سال پیش در تویستان نبود، اگر امروز به تویستان بیاد و کدام یک شهری نباشد، خواه به شهر دوشنبه، خواه به خوجند، خواه به قرنطبه یا به کلوب یا به ناحیه رشت و ناحیه الکه اون نمیفهمد که در همون تویستان هست که 5 سال پیش بود. اما ببینید که در رده‌بندی های سازمان های بین المللی همیشه تاجیکستان از لحاظ کمبزاعتی و از نگاه آزادی بیان، از نگاه آزادی های دینی، روز تا روز موقع تاجیکستان یعنی دیگر می شود، به سوی پایین تر می رود. با اندیشه من در تاجیکستان آزادی بیان هست، چون که مثلا روزنامه‌های آزاد فعالیت دارند، رادیوهای آزاد هستند، تلویزیون‌های آزاد هستند و بیده که اینترنت، فیسبوک در همه حتی در همه دیه‌ها فعال هستند. شما با این نظرپرسی ها یا این نظرهای سازمان های بین المللی باور نمیکنید درباره؟ ما شخصا با نظرپرسی های بین المللی که دور میشم باور نمیکنم. چندین بار ما شخصا از هم انتقاد کردم، چون که بسیار فکت های آنها دروغ هستند و همیشه میخوان که ملت تاجیک سرپرست نشان دهند، بیا که در دموکرات نیست، بیا که آزادی سخن نیست. این چیزها مثلا شخصا برای من همیشه وجود ندارن. من محمد صابر، نظر شما چی است با گفته های مهدی صابر؟ خب استاد در اینجا گفتن که بعضی سازمان های بین المللی با آن خاطر بدنام می‌سازند ملت تاجیک. سوال در اینجا پیدا میشه که انتخابات رئیس جمهور و فشار آوردن بالای ملت چی ربطی به ملت دارد؟ آیا که ملت اینجا بدنام می‌شود یا که خود حکومت و حکومتدارانی که این روز می‌خواهند برای در سر قدرت ماندن تمام راه‌ها را می‌بندند، تمام راه‌های آزادی را می‌بندند تا که مردم سخن خود را گفته نکنند. و چه مورد یک چیزی اساسی را در اینجا گفتن که در همه شهر و ناحیه‌های ما اینترنت است و ما و شما می‌دونیم که اینترنت تاجیکستان
مثل یک سنگپوشت است که برای یک پردلژنی را کشودن 10-15 منوت تا می‌رود و پول این نفرها از بین می‌رود و آنها نمی‌توانند که یک چیز رو بخوانند یا یک چیز رو ببینند. دلیل سست بودن اینترنت به خاطر نفهمیدن مردم یا که بر رسانه‌ها دست‌ناراست بودن مردم است که تا که مردم از حقیقت حال خبر نباشند. ما شما می‌دونیم که در تلویزیون‌های تاجیکستان تنها از یک سوز از پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت، نمیدونم کشف کننده آسمان هشتم و بحر تاجیک و دیگر چیزایی که پرزیدنت کنونی را به خداوند و پیغمبر برابر میکنند که سبب همین است که تنها باید مردم تلویزیون ها را تماشا کنند و از به اینترنت دسترسی نداشته باشند. برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و صحبت امروزه درباره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان است که قرار است روز 11 اکتبر برگزار شود. همکاران ما پیش از این برنامه از چند راهگذاری در دوشنبه پرسیدند که آیا در انتخابات شرکت میکنند یا نه. اول صحبت های آنها را میبینیم و سپس صحبت را ادامه میدهیم. البته اشتراک میکنیم. با فکر شما آوازدهی در انتخابات از کدام جهت مهم است؟ آوازدهی در انتخابات از جهت هم سیاسی، هم دموکراتی، هم بنیادی هر یک شخص را اعتراف میکند. از این سبب هر یک شخص باید در انتخابات اشتراک کند. بله حتما. انتخاب این خرج شهروندی هر یکی ما و شما است که باید حتما اشتراک کنیم، آواز خود را به نامزد ارزنده‌مان پیشنهاد کنیم. وقتی اشتراک میکنیم با چه اشتراک نمیکنیم؟ البته اشتراک میکنم. انتخابات بسیار ضرور است برای جمعیت آرام کردن، برای جمعیت پیش بردن، برای مملکت آباد کردن. البته آواز میتیم. آواز خود را برای اون میدهم که همیشه آسمان صاف باشد، همیشه مادران خوش و خرسند باشد، در حلقه فرزندان آسوده زندگانی کنند. البته اشتراک میکنیم. حتما آواز ما شرط و ضرور برای انتخاب کردن. اکثر این پرسیده شده ها اظهار داشتند که آنها در انتخابات شرکت میکنند. محمد صابری عبدالقهار، شما با کدام دلیل میگویید که اکثر شهروندان در انتخابات شرکت نمیکنند در حالی که در کشور حضور ندارید؟ ببینید، من هیچگاه اظهار نکردم که مردم در انتخابات ها اشتراک نمیکنند. مردم انتخاب اشتراک میکنند بعضی نفرها و مهم در اینجا گپ بالای این میرود که آوازهای دزدیده میشوند. ببینید که در تمام تاجیکستان تمام اعضای کمیسیا اینها از طرف حزب خلق دموکراسی انتخاب شدند که راهبریت خود رئیس جمهور به عهده دارد و از سال 2016 اینجا که بختیارزاده را رئیس کمیته مرکز انتخاباتی و رئیس پرسی پیشنهاد کردند و یک قانون دیگر هم از طرف خود پرزیدنت امضا شد که باید نفرانی که در کمیسیا هستند اینا به حزب باشند، اما نفران فعال این حزب که دارن مغفرت معاون این کمیسیا انتخاب شد، یکی از اعضایان فعال این حزب بود و بعد از این هم ابراز داشت که بعد از ادای وظیفه، یعنی بعد از انتخابات پارلمانی و انتخابات پرزیدنتی باز به فکر و حزب برمیگردد. یعنی ما مثال می‌زنیم که یک نفر با یک لباس دزدی میرود و اون دوست است وقتی که به خانه میاد لباس عوض میکنه دیگه من دوست نیستم و فردا باز همون لباس رو میپوشد. مثل همین مسخره که امروز کرده هستند، این دلیل های میشه که باید مردم اشتراک تاجیکستان با این رای دادن حق یک انسان و یا وظیفه شهروند است و یا بگوییم وظیفه هر شهروند است. چرا مردم نباید از این حق خود استفاده کنند؟ ببینید، بله درست است که هر یک انسان انتخاب دارد و برای آینده باید نامزد ارزنده خود را انتخاب کند، اما در آن صورتی که یگان آواز اینها رای آنها دزدیده نمی شود. ما و شما میبینیم که امروز چهار لخته که آورده ماندن. از روز اول چی برنامه های پیش از انتخاباتی ها چی است؟ اگر من پرزیدنت هم من میکنم درآمدگاهی و دوشنبه پولکی، یا که من در دوشنبه میسازم مترو. دیگرش میگوید که من دوزنگی را اجازت میدم و خودش میداند که از نیم زیادی مردم تاجیکستان و زنها هستند که بعد از همین صحبت علاکه اینها آواز به این سو نمیدن. یعنی تمام نامزدهای لختکه که هستند اینها مردم را به طرف خود رئیس جمهور راه نشان میدن که تنها راهبر همین است، باید شما بر همین آواز بگیرید. محترم مهدی صابر، خوب نظری همصحبت دیگری ما را شنیدید که رقیبان امامعلی رحمان را لختک نامید. شما به ادعای این نفر راضی هستید؟
البته من راضی شده نمیتونم چون که اونا شهروندان تاجیکستان هستن و موافق کنیسوس اونا حقوق دارن که در انتخابات اشتراک کنن و حقوق دارن که پیشنهاد به همین وظیفه پرزیدنتی یا رئیس جمهور پیشنهاد کنن. البته در نسبت این نفر آدمان چنین سخنان گفتم در کار نیست. اینو رو خلق پیشبری کرده است، آوازها جمع کردن و پیشکش کردن و آنها رو کمیسیون ردی دیده است، برآمده است و همه اینا سنجش شده هستند. یا چی برای محمد صابری تونی هستم که بیا نوزه تمام ما با خود آواز سید چرا بیا نوزه تمامی. خب هرچند که تعلق داره به من، اول پیش از آنه که شما میگید که من نامزدی را بگذارم، وقتی که حکومت وقتی که من برای نظر شخصی خودم که ایرا سرقانون اجازت میده، وقتی که من نظر خودم میگم فرزند من بر اسارت گرفته میشد که از 2016 دو برادر من، یک دانشکده در کرغیزستان میکنم بر ضد دیلای جنایی شدن که وای ترک وطن کردن نمیتوند و دیگری که در روسیه است بر ضد وای دیلای جنایی شدن که وای به وطن برگشتن نمیتوند. پس از کدام شفافیت شما صحبت میکنید؟ از کدام نامزدی صحبت میکنید؟ وقتی که من دو تا ویش ابرزوانی دارم، وقتی که در دیلای جنایی من مرا مینویسن که یک نفر هست که یگان علم عالی نداره. من تجار در تاجیکستان بودم و در روسیه بودم. از اینها صحبتی نیست، تنها گپ‌های دروغ، تهمت‌ها نسبت پدر و نزدیکان من. از کدام نامزدی شما صحبت؟ آخه اینا شخصای علویده میکنن در این مورد، شاید پرزیدنت چیزی ندونه، اینا شخصای علویده میکنن برای خودش شیرین کردن. این مسئله یکی کی به کی آواز میدهد این کار شخصی هر یک انسان است. هیچ کس ملتی یا اون مجبور نمیکنه که رفته شما با فلان آدم آواز بدید یا که با رئیس جمهور ثابت باشه یا با دیگر کس. این تنها در سر همون قضیه حل میشوند و البته چند نفری که پیشنهاد شدن اینا همشون فرزندان ملت هستند و این وابسته به اون است که انتخابات ما در رویه دموکراتیک دارد. محترم مهدی صابر، این نظر وجود دارد از جانب همصحبت دیگری مونی صدا داد که آنها رو تنها به خاطر نمایش دادن که در تاجیکستان واقعا یک انتخابات دموکراتی صورت میگیرد نامزد کردند. من با این فکر راضی شده نمیتونم چون که این نفران آدمان شناخته شده هستند، هم جوانان در بین هستند، هم آدمانی هستند که خدمت‌های زیاد کردند و اونها رو خلق پیشبری کرده است. اونها آواز جمع کردن، آمدن و با یک مقصد که میخوان در انتخابات به طور شفاف اشتراک کنند. چگونه شناخته هستند؟ مثلا در مورد رئیس حزب کمونیست ما چند پیش یک مطلب داشتیم، اکثر همصحبتان ما گفتند که این نفر رو تا رئیس حزب کمونیست شدن کسی نمیشناخت. البته گپ سر اون نیست که مثلا یک نفر رو پیشتر شناسن. عموما این نفر رحمانوف سالیان زیاد در وزارت کارهای داخلی کار کرده است، یک انسان بسیار شناخته است برای وطن. مثلا قریب 30-40 سال خدمت کرده، چرا شناخته نبوده است؟ او شناخته شده است در همون سمتی که کار کرده است و هم میشناسند و من مدت 4-5 سال در حزب راهبر است، لکه در سراسر جمهوری رو هم رئیس حزب میشناسند. اگر اینها واقعا شخصیت‌های شناخته باشند این احتمال وجود دارد که یکی از این رقیبان امامعلی رحمان پیروز شوند؟ این رو خیلی خلق معین میکند، این شاید، لیکن چرا دیگر آدم ها مثلا نماندن نامزدی خود رو؟ هیچ کس رو مثلا نگفتن که تو نامزدی رو نمان. بگذار 100 کس ماند. ما ملت توجیه میگه ملتی سازنده، ملتی هستن که در دنیا مثلا بسیار نابغه‌ها داریم. هیچ کس رو مجبور نکنه. ببینید یک نفر به نام فراموز ایرگشف تلاش کرد که نامزدی خود رو گذارد اما اجازه ندادند. شما میگویید که دیگرها نخواستند، یعنی بودند افرادی که میخواستند شرکت کنند اما از لحاظ قانون‌هایی که قبول شدند با آنها مانع گذاری شد. بله، این واسه با اون است که اونا مثلا همون چی میگن بریر میگن، همون صدقه‌گذاری که بود گذشته نتونستن یا امضا جمع کردن نتونستن یا که امضای جمع کردن اونو قلبکی بود. برای همین هم هر چیزی که استاد گفتند یک چیز ما باید فراموش نکنیم که اگر در حقیقت یک رقیب در مقابل پرزیدنت امروزه اگر فرقی ندارد از بین مردم باشد، خود اون فراموش باشد، خود نمیدونم دیگر نفری که باشد، من مطمئن هستم که اگر این انتخابات شفاف بگذرد در این انتخابات رحمانوف وای می‌شود. یعنی که
آوازهای در کار نمیگیرد، چون که در طول حکمرانی این حکومت تمام مردم آگاه هستند که کدام سیاست رو پیش میگیرند. تنها شفافیت اگر در تاجیکستان وجود داشته باشد، دیگر نامزدهایی که نام خود را میگذارند فرقی ندارد که در دنیا یا که در تاجیکستان مشهور است یا نه. ما میبینیم همسایه کشورها اوکراین را ببینید، برای که مردم از سیاست یک توده نفرانی که تنها مردم دزدی میکردن، غارت میکردن، یک هنرپیشه را انتخاب کردن. محمد صابر، کاربران درباره اشخاصی که مثل شما سخن میکنند میگویند از دور ایستاده بها میدهند و روزگار مردم رو نمیدونند و میگویند در شرایط حاضره همین پرزیدنت خوب است. شما چی میگویید؟ ببینید، مردم وقتی که خودشان در تاجیکستان هستند، همون دوره که همون گیرده که همون سیاستی که حکومت برای آنها کرده است و همون چیز بهتر میدونند. وقتی که مردم بیرون از کشور هستند، زندگی مردم میبینند، پیشروی مردم میبینند، آزادی را میبینند، اونها نه برای دین، نه برای سر و لباس، نه برای نظرهای خودشان تحت فشار میشوند. این نفرها انتخاب آزادی را میکنند، چون مردم ما تا امروز مزه یا که لذت آزادی را نمیدونند. برای این حکومت امکان نمیتونه برای مردم، حتی اینترنت ها را خاموش میکنه که مردم از آزادی، از چهل زندگی کردن مردم آگاه باشند. سازمان امنیت و همکاری اروپا پس از انتخابات پرزیدنتی سال 2013 گفت که انتخابات آرامانه گذشت، مردم شرکت کرد ولی رقابت واقعی وجود نداشت. مهدی صابر، نظر شما به این بهای ناظران خارجی چیست که همیشه میگویند انتخابات در تاجیکستان شفاف نیست؟ انتخابات ها در تاجیکستان همیشه شفاف میگذرند. سری که من برادری ما محمد صادق دیدم. خب شفاف بودن اون رو شما در چی میبینید؟ شفاف بودن با معنی است هر کسی که میخواد نامزدیش رو پیشبری میکند. یگان فشار از محمد صابر گفت و ما هم دلیل آوردیم که چند نفر نتوانستن آزادانه نامزدی خود رو پیشنهاد کنند. چون که من در بالا قای کردم، این نفران گفتم که یا آواز جمع کردن نتوانستن یا که آوازهایی که اونا جمع آوری کردن، این آوازها اوضاعی بودن که اونها مثلا یک آدم جای 10 نفر 20 نفر در اینجا گذاشته بود. برای همین هم محمد صابر، شما چی نظر دارید؟ شما به همین نظر موافقید؟ البته که ببینید البته که نه. ما و شما خوب میدونیم که اعضایان حزب حاکم کیا هستند. دکتران، معلمان، نفرانی که در خود مؤسسه های دولتی کار میکنند و اینا موظف میشن، مجبور میشن که در این حزب چی باشن؟ اعضا باشن. و اینها میخواهند نمیخواهند، اینا یک عمره امضای خود گذاشتن و هر چی که تعلق دارد به این لغتکایی که گذاشتش دیگن، اینها را کمیته مرکزی انتخاباتی هر چی که خواهد، کسی را که بخواهد اون نفر البته که نامزد میشود و او رقابت، یعنی به نام رقابت میکند. هم صحبتی ما با تکرار نامزدها رو لختک مینامد. نظر شما چی است؟ فکر میکنید این تحقیر نیست؟ البته تأخیر است، چون که اونها شهروندان تاجیکستان هستند، برای ملت دولت ما خدمت کردند و کدام یک نفری که اینجا پیشنهاد شد به نامزدی یگان کس اونها را از کمیسیه انتخاباتی نگردانده است. تنها باید که همون حجت‌های اونها درست باشد، آوازهای جمع‌کاری اونها درست باشد. متاسفانه در بعضی نامزدها آوازهای آنها غیر قانونی بودن، یعنی به جای یک کس، به جای 10 کس 20 کس یک نفر امضا گذاشته است. همه رو معین کردن، برای همین هم اونها نگذشته دادن. این چیز یگان نفر که مثلا تمام همون نشاندادهایی که از روی قانون است رو عملی کرده باشد، همه اون نامزدها به قید گرفته شدن. این نامزدها مثلا همشون شخص‌های گوناگون هستند، مقصدهای گوناگون دارن، برنامه‌های گوناگون دارن، یگان تنها لختک نیستن و همه اینا شخصیت‌های علاویده هستند، در حزب‌های علاویده هستند. میخواهند که هر یک از اونها برای شفاف و سر قدرت بیان. مهدی صابر، اگر محمد صابر تاجیکستان بیاین نامزدیشون نگذارن، شما با اون کس رای میدهید؟ من البته برنامه‌شون برنامه خوب باشد، برای آینده ملت باشد، یک دولت ملی بسازن. دولت ملی که باشه من با هم کس واسه چرا واسه میدادم. سپاس از هر یکی شما. گپی آزاد را اینجا به پایان میبریم تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خداحافظ.